خب سلام، اومدیم به بررسی طولانی مدت دستگاه ایترکس SE. من یه 2-3 هفته باش کار کردم، میخوام که تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بگذارم. خب از طراحی دستگاه که بخوایم شروع کنیم، کلا دستگاه تغییر کرده و توی این دستگاه ما دیگه دکمه جهت‌نما رو نمیبینیم. کلا 1 2 3 4 و 5 تا دکمه داره که حالا این دکمه خاموش روشن زیاد کارایی خیلی خاصی تو عملیات ما نداره، بیشتر با این 4 تا دکمه داره کار میکنه، در صورتی که دستگاه‌های ایترکس ورژن قبل خب متفاوت بود و خود این دکمه راکر یا جویستیک خیلی کارهای مهمی برای ما انجام میداد. از نظر حالا تغییرات پشت دستگاه که بخوایم بررسی کنیم، کلا ساختمان درب باتری عوض شده. رابط کاربری قدیم مینی USB بود و بیرون بود. رابط اتصال به کامپیوتر یا همون اینترفیس ما توی دستگاه جدید رفته زیر درب باتری و به وسیله کابل تایپ C داره انجام میشه که خیلی مزیت مهمی دیگه. الان اکثر دستگاه و دیوایس های جدید همه داره با کابل تایپ C متصل میشن و این خودش خبر خیلی خوبیه که دیگه نیازی به کابل های قدیمی ما نداریم. از نظر صفحه نمایش شاید حتی یک کوچولو کوچکتر شده باشه، حاشیه ها بسیار زیاده ولی اندازه دستگاه تقریبا یکسانه. حالا از نظر وزنی هم زیاد تغییر خاصی نداشته. سایز صفحه نمایش رو که بخوایم با هم مقایسه کنیم، یک کوچولو ایترکس SE حتی کوچکتر شده. سایز ایترکس 10.22 اینچ هست ولی توی ایترکس SE 2.16 اینچ هست، ولی رزولوشن رفته بالاتر. توی ورژن ایترکس 10 128 در 160 پیکسل رو ما داریم ولی توی ایترکس SE 240 در 320 هست. به خاطر همین بسیار صفحه نمایش میبینید که با کیفیت تر شده و اون ساختار پیکسل پیکسلی دیگه معلوم نیست. نوشته ها خیلی شارپ، تیز و زیباتر شده و حتی خانایی اون زیر نور مستقیم را هم میتونید ببینید که چقدر بهتر شده. رابط کاربری دستگاه روشن میکنیم، دکمه روشن کردن ایترکس 10 اینجاست و دکمه ایترکس SE بالا هستش. دستگاه رو بلافاصله که روشن کردیم تقریبا یه 30-40 ثانیه بعد مختصات گرفتن، ولی توی ایترکس SE بلافاصله دقت اومد روی 7 متر ولی ایترکس 10 رو 45 متر هست. اینجایی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم تقریبا 4-5 طبقه بالا سر من هستش و میبینیم که به خاطر مولتی جنسس بودن ایترکس SE و تعداد سامانهای بیشتری که ساپورت میکنه خیلی زودتر دقت رو بهبود پیدا میکنه و دقت رو میبره براتون بالاتر. اینا رو با هم دیگه چک بکنیم. GPS هست برای اینکه بتونید سامانهای دیگه هم ببینید با این دکمه بالا پایین، گلوناس و گالیله و QZSS و بیدو. الان این ماهواره ها رو تونسته دریافت کنه و HX 10 GPS و گلوناس رو داریم. ساختار صفحه و پیج به پیج ما کلا اینجا عوض شده. ما توی ایترکس 10 و کلا خانواده ایترکس های 10 و 20 و 30 میتونستیم صفحات رو بیاریم تو دکمه بک و با دکمه بک بین صفحات سویچ کنیم یا اینکه همشون توی مین منو باشه. کلا دستگاه ایترکس SE همه چیش تو صفحه اولشه، یعنی توی مین منوش هست و اون ساختار صفحه به صفحه کلا حذف شده. دستگاه ایترکس 10 گارمین اومده از یه سی پی یو ضعیف، پردازشگر ضعیف استفاده کرده بود، مخصوصا زمانی که ترک زیاد میزدید دستگاه بسیار کند میشد و مثلا می اومدید، حالا این دستگاه الان خالی سرعتش خوبه، مثلا می اومدید روی ویپون منیجر که کلیک میکردید یه مقداری کند باز میکرد یا مثلا ترک میخواست اکسپورت کنه یه مقداری کند کار میکرد، ولی تو این دستگاه از پردازشگر بسیار پرسرعت‌تری استفاده کرده گارمین و همه چیز سریع اتفاق میفته. به راحتی توی هر منویی که میرید و کلیک میکنید سریع سرعتی این کار انجام میشه براتون و دیگه نیاز به اون مکس هایی که توی ایترکس 10 ما داشتیم نیستش.
توی ثبت وی پوینت دیگه دکمه جویستیک رو ما اینجا نداریم و در واقع اوکیه و اینتر دستگاه ایترکس همین بغل هست که نوشته اوکی. برای ثبت وی پوینت و ذخیره کردن یک نقطه میتونستیم توی ایترکس 10 از داخل منوها این کار انجام بدیم یا اینکه جویستیک رو نگه داریم. جویستیک رو که اینتر میکردیم نگه میداشتیم ثبت وی پوینت میومد و حتما باید شما این دان رو میزدید تا این ثبت میشد و اسم وی پوینت هم که بالا بود میتونستید به راحتی با این جویستیک برید بالا و روی اسم کلیک کنید و کیبوردی که باز میشد میتونستید به راحتی اسمو تغییر بدید. اما داخل ایترکس SE شما همین کار رو انجام میدید، اوکی رو نگه میدارید. صفحه وی پوینت خب یه مقداری تغییر کرده و اینجا دو حالت ما داریم. خودش میتونه تاریخ امروز رو به شما پیشنهاد بده و یا اینکه میتونید تنظیم کنید که همون به ترتیب شماره بندازه، ولی منتها برای ادیت کردنش دیگه ما اینجا جویستیک و راکر نداریم که بالا پایین کنیم، بیایم رو مختصات یا بیایم رو اسم بتونیم راحت اینا رو تغییر بدیم. حتما باید یک بار این سه خط اضافه میشه، دکمه اوکی رو بزنیم و از اینجا ادیت و حالا میتونیم بیایم دونه دونه اینا رو تغییر بدیم. به دلیل نبودن جویستیک خیلی سخت شده این عوض کردنه و شاید تو دفعات اول خیلی سخت باشه استفاده ازش. من بعد اسمو میخوام الان عوض کنم، بعد اینجا اوکی رو بزنم. چون کیبوردی ما نداریم اینجا و جویستیکی نداریم، دونه دونه حرفا رو بعد من بیام بالا پایین و تغییر بدم. فرض کنیم من میخوام الان بنویسم کمپ، بعد اول بیام اسم بالا رو کلیر کنم، بعد شروع کنم دونه دونه بیام پایین و سی رو اوکی کنم، بعد بیام بالا ای رو اوکی کنم، بیام بچرخم حالا ام رو پایین پیدا کنم. خیلی سخت هست همونجوری که میبینید و یه مقداری زمان برتر شده. این یک نقطه ضعفیه که میتونیم به ایترکس SE بگیریم و خیلی سخت شده عوض کردن این ادیت وی پوینت ها، در صورتی که توی ایترکس 10 به راحتی یا خانواده کلا ایترکس 10 به راحتی با این دکمه جهت‌نما میتونستیم حرکت کنیم و این کار رو انجام بدیم. باقی موارد چیز خاصی نداره، منتها نکته ای که الان هست با همین اوکیه که دیگه این ثبت شد، بک بزنیم این ثبت شده، در صورتی که توی ایترکس 10 حتما می اومدیم پایین و دان رو میزدیم تا اینکه این ثبت میشد. اگه بک بزنیم اینجا این وی پوینت برای ما ذخیره نمیشه. ثبت ترک. ثبت ترک کلا توی خانواده جدید متفاوت شده. گارمین از مپ 66 به بعد که حالا از این دستگاه زودتر معرفی شد، حدودش 3-4 سال پیش معرفی شد، کلا ساختار رو یه مقداری تغییر داد. البته سری های میتونم بگم کلرادو هم به این صورت هستش که کلا ثبت ترک های مقداری متفاوت هست. ما برای خانواده قدیم برای ثبت ترک از دو جا بعد عمل میکردیم. یکی بعضی از تنظیمات ما تو ترک منیجر بود، بعضی از تنظیمات و دستور رکورد داخل ستاپ بودش. میتونستیم بیایم داخل ترکس و اولین گزینه ترک لاگ رو ما اینتر میکردیم، دونات رکورد رو تبدیل میکردیم به رکورد شوان مپ و شروع میکرد دستگاه ضبط شدن. متدایی هم که داشتیم برای ثبت ترک سه حالت بود، اوتو، دیستنس و تایمی بودش. ولی توی دستگاه، حالا من اینو برگردونم دونات رکورد کنم، توی دستگاه ایترکس SE تمام چیزهایی که مربوط به ترکینگ هست و ضبط کردن ترک هست داخل خود منو و آیتم ترک هستش، ترکینگ هست. اوکی میکنم. به راحتی اینجا میتونید ترکینگ کنترل رو داشته باشید و استارت، ضبط کردن، سیو، بک تو استارت و دیسکارد. همینجوری میبینید الان یه نوتیف هم از گوشی برای من به این شماره اومد. زمانی که بلوتوث گوشیتون روشن باشه به راحتی نوتیفای گوشیتون هم اینجا شما میتونید مشاهده کنید و کار یه مقداری اینجا جمع جورتر و دم دستتر شده برای ضبط ترک. همه تنظیمات ترک ما توی همینجا هست و همینجا رو ما میتونیم کارنت ترک اون رو سیو کنیم. اصلا مفهومی به نام کارنت ترک زیاد دیگه توی دستگاه جدید به اون صورت معنا نداره و کاربر زیاد دیگه با اسم کارنت ترک مواجه نمیشه. ناوری به سمت هدف.
توی ایترکس 10 و کلا خانواده ایترکس ها شما میتونستید بیاید و جدا جدا اگر وی پوینت بود تو قسمت وی پوینت منیجر، اگر ترک بود تو قسمت ترک منیجر و حتی اگر روت بود توی قسمت روت ها، اون موردی که میخواهید پیدا کنید به سمتش ناوری کنید یا از منوی ورتو این کارو بکنید، منوی ذره بین داخلش میشدیم و اون گزینه که میخواستیم رو پیدا میکردیم، روش کلیک میکردیم و به سمتش ناوری میکردیم. توی دستگاه ایترکس SE همه اینا اومده توی قسمت نویگیت. تو قسمت نویگیت اومده و شما به راحتی میتونید تو قسمت نویگیت کلیک کنید، اون آیتمی رو که میخواین پیدا کنید و به سمتش حرکت کنید. نکته ای که هست یه مقداری اسما عوض شده، حتی مفهوم ها رو یه مقداری عوض شده. وی پوینت که همون وی پوینته، ولی گارمین ترک رو تبدیل کرده به اکتیویتی، یه مقداری خانواده‌شو بزرگتر کرده، مفهوم‌های دیگر هم گرفته، یه سری آیتم‌های دیگر هم بهش اضافه شده، ولی تقریبا میتونیم بگیم که همون ترک ها همون اکتیویتی شما هست و کورسز یا همون کورس های شما، دوره های شما تقریبا میتونیم بگیم که معادل روت هستش که باز یه مقداری متفاوت تر شده. حالا راجبش بعداً باید مفصل صحبت کنیم. و نکته ای که داره اینه که شما مثلا روی ترکاتون نمیتونید تریس بک یا برگشت به عقب انجام بدید، حتما باید تبدیلش کنید به کورس و این کار رو انجام بدید. و نکته جالب تر اینه که حالا روش کلیک کنیم یه سری آیتم های جهت‌نما هم اضافه شده و من میام حالا پایین تر مثلا اسمای فارسی تر مثلا قله آلمابلاغ، من ترک قله آلمابلاغ رو دارم، داره نشون میده که قله آلمابلاغ الان این سمته، همین جایی که الان، چون این دستگاه کامپس داره، کامپس الکترونیک داره، قطنمه الکترونیک داره، به راحتی این کار رو انجام میده. حالا من اینو الان برمیگردونم، میبینید که این جهت ها هم چی میشه؟ عوض میشه و داره میگه که مثلا الان قله آلمابلاغ این سمت شما هستش، اون ترک آلمابلاغ، و شما از همینجا حدودا متوجه میشید که هر کدوم از این ترک ها در چه زاویه نسبت به شما قرار داره. اطلاعات خیلی بیشتری هم داره بهت نشون میده، کیلومترش هم داره نشون میده، داخل که برید و یه سری از ویژگی های اون ترکی که میخوای پیمایش کنی هم اینجا هست و منوی در واقع سه خط رو که بزنید میتونید یک عالمه آیتم دیگر هم اینجا مشاهده کنید و میبینید که ریورس هم اینجا هستش، در صورتی که توی اکتیویتی نیستش. این تفاوتات توی ناوبری بود که ما الان داریم. خب به دلیل وجود قطب‌نمای الکترونیک تو این دستگاه ما صفحه قطب‌نما رو هم یه مقداری بهتر و حرفه‌ای‌تر داریم. این دستگاه چون قطب‌نما نداشت در حالت سکون جهتی به شما نشون نمیداد. برای اینکه دسترسی داشته باشیم به قطب‌نما، شما یک نقطه رو که ناوبری کنید میبینید که الان مثلا من حالا یک نقطه رو که میزنم، حالا هرچی توی ایترکس 10 و یک نقطه دیگه، یک وی پوینت دیگه رو من بیام توی اینجا ناوبری کنم برای شما، میبینید که صفحه قطب‌نما داره اینجا چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. مثلا من یه نقطه اینجا وارد میکنم و به سمتش ناوبری میکنم. خط رو کشید، توی هر دو دستگاه خط به هدف کشیده شده. توی دستگاه ایترکس باید کلا پیج رو عوض میکردیم و میرفتیم داخل پیج قطب‌نما. اینجا فلشی که در حالت سکون به شما نشون میده احتمال بسیار زیاد فیک هست و درست نیستش، ولی چون قطب‌نما ندارم من اینو بچرخونم ببینید که فلش جهت‌نمای من شد رو به این سمت. ولی اینجا بریم داخل صفحه قطب‌نما بشیم با دکمه جهت‌نمای پایین بالا، میبینید که به صورت ریل داره کار میکنه، یعنی قطب‌نما در حالت سکون هم داره کار میکنه، چون قطب‌نما داره این دستگاه. و من اینو بچرخونم ببینید که قطب‌نما همیشه برمیگرده و به سمت هدف داره هدف رو نشون میده، ولی این دستگاه به این صورت نیستش. این هم از وجود قطب‌نما که اتفاقا قطب‌نمای خیلی حساس و دقیقی هم داره دستگاه ایترکس SE. به دلیل وجود بلوتوث و ارتباط با موبایل ما اینجا منوی نوتیفیکیشن داریم و شما میتونید نوتیف ها و اعلان های گوشیت رو اینجا ببینید. کافیه تو همون صفحه اول بیایم پایین و تو قسمت نوتیفیکیشن کلیک کنیم، میبینید که میسکال ها یا پیامک هایی که برای شما اومده رو همه رو اینجا میتونید ملاحظه کنید. این برای زمان هایی که گوشیتون تو کوله پشتی هستش و
دسترسی به گوشی ندارید، تو باد و کولاک هست، فقط دستگاه ایترکس SAE دستتون هست، دارید ناوبری میکنید، بسیار بسیار مفیده و همون لحظه میتونید از نوتیفای گوشیتون مطلع بشید. نکته بسیار جالبی هم که داره، به دلیل همه اینها رو شما میتونید از طریق نرم افزارهای گارمین روی گوشیتون انجام بدید. کار بسیار راحت شده. حتی میتونید ترک طراحی کنید برای خودتون و بریزید داخل دستگاه. اطلاعات آب و هوا رو میتونید داشته باشید، میتونید اطلاعات آب و هوا رو تو قسمت ودر مشاهده کنید. البته نکته مهمی که داره، به دلیل تحریم ها شما بعد از فیلتر شکن ها استفاده کنید متاسفانه، تا بتونید اطلاعات آب و هوا رو داشته باشید. گارمین اومده 2 تا منوی مخفی توی این دستگاه ترکس SAE استفاده کرده که خیلی کاربردی هست و جالب هست. یکی از اونا با گرفتن دکمه پاور هستش. وقتی ما دکمه پاور رو میگیریم چند تا گزینه اضافه شده. دستگاه رو میتونیم خاموش کنیم، میتونیم نور پس زمینه رو عرض کنم خدمتون که کم و زیاد کنیم، میتونیم یه ویپوینت جدید ایجاد کنیم، مارک بزنیم، اکسپدیشن. دستگاه رو میتونیم ببریم به حالت اکسپدیشن و مصرف باتری بسیار بسیار طولانی تر و دستگاه از 168 ساعت دیگه بسیار فراتر میره. یه مقداری دقت ترک ها و اینا میاد پایین تر، ولی برای برنامه های طولانی بسیار بسیار عالیه. و میتونیم کلیدها رو لاک کنیم، یعنی تمام این کلیدها رو قفل کنیم که دیگه عمل نکنه. این یک منو مخفی هست که داخل این دستگاه گنجونده شده. یکی هم با گرفتن دکمه در واقع بک هستش. این دکمه رو که بگیریم یک منوی هست به نام گلنز و خیلی جالبه. قطب‌نما هستش و میبینید که زاویه قطب‌نما و گرا رو داره بهتون نشون میده. من اینو میچرخونم، زاویه گرا رو میتونید به عدد و حتی به صورت خطی ببینید. طلوع و غروب خورشید از امروز 7 صبح طلوع داریم تا 17:05 و الان میگه که شما چه زمانی چند ساعت تایم دارید تا غروب. وضعیت آب و هوا رو بهتون نشون میده، الان درجه هوا به چه صورتی هست و تا ماکسیموم چقدر میتونه برسه. بحث ساعت‌های غروب و طلوع ماه رو دارید و حتی نوع در واقع میتونم بگم شکل ماه قرص کامل هست یا نه. و نوتیفاتون که الان مثلا 5 تا SMS داشتید و 2 تا میسکال، همه اینا رو میتونید اینجا مشاهده کنید و خیلی منوی کاربردی هست که این هم به نظر من جالب هستش که راجبش حالا صحبت شدش. برای تست نهایی داخل کوچه هایی که خیلی باریک هستن، قسمت قدیمی نشین شهر که یک میتونیم بگیم شباهتی رو اعمال کنیم با محیط هایی که دید زیادی توی کوهستان به آسمان نداریم، مثل دره های باریک، و ببینیم که توی اینجا دقت دستگاه به چه صورتی خواهد شد. بریم و مقایسه کنیم ترک های دستگاه ها رو با هم دیگه. من هر 2 تا ترک رو فراخوانی میکنم و با هم دیگه یک مقایسه داشته باشیم، ببینیم که به چه صورتی هستش. خب من اینجا براتون علامت گذاری کردم. ترک قرمز رنگ برای دستگاه ترکس SAE هست و ترک سبز رنگ برای دستگاه ترکس 10. خب مشخصه دستگاه ایترکس، هر 2 دستگاه هم ذکر کنم که هر 2 دستگاه هم رو مود اتوماتیک هستن و نقاط ترک رو خودشون به اختیار خودشون و فواصل رو به اختیار خودشون دارن میزنن. ترک SAE خب سر پیچ ها دقیق تر داره انجام میده. اینجا خطای SAE کمتر بوده، سر پیچ ها اومده نقاط رو بیشتر کرده و ظریفکاری ها رو بهتر رعایت کرده. حالا میزان خطا توی SAE کمتر هست، تقریبا هم میشه گفت که حالا قابل انتظار بود، چون که سامانه های ناوری بیشتری رو ساپورت میکنه. اینجا خب من دقیقا از تو پیاده رو اومدم توی خیابان، این رو
میبینیم که ظرافت بیشتری رو داره ترک SE و باز سر پیچ ها اگر بخوایم مقایسه کنیم دوباره این این مسئله مشهود هستش. بخوایم بریم جلوتر، باز اینجا هر دو دستگاه خطایی دارن. من تقریبا متمایل به سمت چپ اینجا رو حرکت کردم، بازم دستگاه SE اینجا بهتر عمل کرده. سر این پیچ هم باز همون ظرافت های پیچ رو بهتر نشون داده و در کل میتونم بگم که توی بحث ترک زدن دستگاه SE اینجا بهتر عمل کرده.